داریوش مهرجویی متولد 17 آذر 1318 فیلمساز و نویسنده ایرانی بود. دختر داریوش مهرجویی، مونا مهرجویی، در همان شب سر کلاس آموزشی حضور داشت و از ساعت 8:30 شب به صورت پیامکی با پدرش در ارتباط بود. این پیامک ها تا ساعت 10 شب ادامه داشت، اما پس از ساعت 10 شب پدرش دیگر جواب پیامک های او را نداد. همین باعث شد تا مونا نگران شود. وقتی مونا مهرجویی به مقابل خانه رسید، متوجه وضعیت غیرعادی شد. او با یکی از اقوامش در مهرشهر کرج تماس گرفت و به او گفت حس عجیبی دارد و میترسد به تنهایی وارد خانه شود. در این مدت این دختر با پدر و مادرش تماس گرفته که کسی پاسخگوی تلفن نبوده است. در نهایت مونا به همراه یکی از اقوامش به خانه می رود. وقتی مونا و فامیلش وارد خانه می شوند، داریوش مهرجویی و همسرش حمیده محمدی فر را پیدا می کنند که روی زمین افتاده اند و با دستپاچگی با پلیس تماس می گیرند. وضعیت دلخراش آن صحنه نشان میداد آنها احتمالاً در ابتدا غافلگیر و ترسیده بودند. قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر به تاریخ 22 مهر ماه 1402 در منزل شخصیشان در کرج اتفاق افتاد. جسد داریوش مهرجویی و همسرش در خانه شخصیشان یافت شد. نیروی انتظامی علت قتل را در درجه اول مالی اعلام کرد. طبق تحقیقات و مدارکی که پلیس به دست آورد، در همان 24 ساعت اول به باغبان ویلا که قبلا به خاطر سرقت از این خانه بازداشت شده بود مشکوک شده، سراغ او رفته و پس از ساعتی جستجو او را در حوالی زیبادشت دستگیر کردند. شواهدی که از سوی پلیس به دست آمده، باغبان سابق مهرجویی عامل اصلی جنایت است. در این شرایط تحقیقات از وی ادامه یافت تا اینکه ساعت 3 بامداد 27 مهر ماه اعتراف کرد. او گفت پس از اینکه خانواده مهرجویی به دلیل دزدی از او شکایت کردند، از آنها کینه به دل گرفته. آنها به خاطر یک جارو برقی از من نگذشتند و وقتی آزاد شدم سراغشان رفتم و خواستم 30 میلیون تومان که از آنها طلب داشتم را بدهند. من در زمانی که برای آنها کار می کردم 30 میلیون تومان طلبکار شده بودم، اما آنها حاضر نبودند این مبلغ را پرداخت کنند و می گفتند که هیچ بدهی به من ندارند. همه اینها باعث شده بود که از آنها کینه به دل بگیرم. در نهایت نیز وقتی دیدم حاضر نیستم پولم را بدهند، از آنها عصبانی شدم. شب حادثه به همراه برادرم که سرایدار یکی از ویلاها در شهرک است و 2 دوست دیگرم که آنها هم در شهرک کار می‌کردند راهی ویلای مهرجویی شدیم. وقتی در را باز کرد، من با چوب به آن حمله کردم. من هم با مهرجویی درگیر شدم و او را زدم و بعد علنگوها طلاهای همسر مهرجویی، موبایل و اموال دیگر را سرقت کردم. با اعتراف باغبان، ماموران راهی مخفیگاه 4مین متهم که علنگوها، چاقو و اموال در اختیار او بود شدند و این مرد نیز دستگیر شد. با دستگیری متهمان و کشف اموال، معمای قتل هولناک داریوش مهرجویی و حمیده محمدی فر فاش شد و بعد از ظهر پنجشنبه متهمان تحت تدابیر شدید امنیتی به شهرک زیبادشت، جایی که مهرجویی و همسرش قربانی این اتفاق شده بودند، منتقل و در برابر دادستان و کارآگاه‌های جنایی صحنه قتل را بازسازی کردند و به تشریح جزئیات آن پرداختند. اگر این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفت، کانال ما را سابسکرایب کنید. نظر شما راجع به این اتفاق چیست؟ بسیار متشکریم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید.